جلسه امروزی ما به خاطر آگاهی دهی در مورد وقایع آتش سوزی و حریق در ولایت بلخ بود که رئیس عمومی اطفائیه و حوادث از مرکز تشریف آورده بودند و ما خواستیم که یک جلسه مشترک با اصناف، تانگای تیل، بخشای مواد نفتی و تمام ادارات دولتی و همچنان آج آفیسر داشته باشیم که در اینجا توصیه لازم برای تجار محترم، بر سرمایه گذارای محترم داده شد به ارتباط مسائل ایمنی و وقایوی در مورد آتش سوزی. تا جایی که ما میفهمیم بخش سکتور خصوصی ما در مورد وقایع و وسایل اطفائیوی آمادگی های خاص خود دارن، ولی به خاطر از اینکه بازم بیشتر در این مورد توجه داشته باشن ما جلسه را دایر کردیم و سکتور خصوصی هم دوستای ما که آمده بودن همشان تعهد به همکاری دادن. انشالله که همشان همکار می باشن و ما از این بابت زیاد تشکری میکنیم از عملیات اطفائیه بلخ، از ریاست عمومی اطفائیه و از عموما از پالیسی هایی که رهبری امارت اسلامی داره و عموما از دلسوزی و شفقت و مهربانی که والی صاحب ولایت بلخ دارند مقابل مردم و تدابیر لازمی که میگیرند و مدبرانه کارهایی که میکنند تشکری زیاد از پیشان داریم. جلسه امروزی ما در اتاق تجارت و صنعت ولایت بلخ به حضور داشت تماما ارگانای دوایر دولتی که اونا بر ارگانای یعنی اضطراری می باشند یا مسئولین اتحادیه تیلفروش ها و دیگه مسئولین اتحادیه همگی بودن به حضور داشته حاجی سید محمد ابراهیم غضنفر و این مجلس ها را ما در هرات هم تیر کردیم و هلمند هم، فراه هم و قندهار هم. امروز سفر ما طرف ولایت بلخ بوده. یک آگاهی دهی برای مردم و هر کس مسئولیت خود را بدانند، امرای اطفائیه همکار باشند، یک نمبرای اطفائیه را داشته باشند. ما چک لیست ها برایشان توزیع کردیم، اشتهارای اطفائیه را برایشان دادیم و اینا حتما برای همکاران خود و همه اعضای خود میتن که عضو اتحادیه ایشان هستند و تا که آگاه شوند از مشکلات های اطفائیوی جلوگیری کرده بتوانند. به این مسئله بود که ما آگاهی دادیم برایشان و از اونا تعهد گرفتیم. اجنده جلسه امی بوده که هماهنگی بین تجارای ملی و کسبکاران و تلفروشان بوده در اطفائیه هماهنگ باشه، اما چیزی که طرز العمل اطفائیه است او را تطبیق کنه. گپ دومی بوده که اگر خدای نخواسته کدام بروز واقعی آتش سوزی میشه، اندال وقت به اسرع وقت به اطفائیه راپور بده، اطفائیه به اسرع وقت رسیدگی بکنه، آتش مهار بکنه. خواستم از مردم متدین ولایت بلخ بالخصوص از تجارای ملی است که اما چیزی که طرز العمل اطفائیوی است او را تطبیق کنه. امی آتش گل کردن که 30% وظیفه اطفائیه است، 70% چیز است سروی وقایع است. چیزی که سروی وقایع راهنمود میکنه با عمل بکنه، انشالله آتش سوزی به هیچ وقت صورت نمیگیره. اگر صورت گرفت اطفائیه در خدمتشان است.